كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. درس از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. درس 18 تکفیر مؤمن روا نیست. ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها ولا نزيل عنه اسم الإيمان ونسميه مؤمنا حقيقة ويجوز أن يكون مؤمنا فاسقا غير كافر. هیچ مسلمان را به سبب گناه از گناهان حتی اگر گناهی کبیره باشد تکفیر نمی کنیم به شرطی که آن را حلال نداند. اسم ایمان را از او سلب نمی کنیم و او را حقیقتا مؤمن می نامیم. گاهی ممکن است که یک مؤمن فاسق باشد اما کافر نیست. و ما نسبت به کفر دادن مسلمان برای گناه صادر کرده اش حق نداریم اگرچه گناهی کبیره باشد به شرطی که او آن گناه را حلال نشماریده باشد، زیرا در فتوا آمده است شخص حلال شمارد حرام را که حرام بودنش با دلیل های قطعی ثابت شده است، یعنی با قرآن، کافر است، مثل ترک نماز و روزه و زکات و حج و دیگر و دیگر. یا اینکه کسی یک حرام را حلال شمارد به مثل خوردن گوشت خوک و عرق و ریبا و حق مردم، او کافر می گردد اگر چندی که خودی او آن را صادر نکند و برای خاطری در اعتقادش آن را حلال دانستن کافر شد. و از شخص مسلمان به سبب گناهی کبیره کردنش صفت ایمان را از او ساقط نمی کنیم. پیروان معتزله می گویند که کسی گناهی کبیره کرد از ایمان می براید ولی در حد کفر وارد نمی گردد. آنها بین ایمان و کفر یک فاصله معین می گذارند. اهل سنت و الجماعت باشند عقیده دارند که اهل قبله را نسبت به کفر داده نمی شود. آنان که به طرف قبله نماز می گذارند اگرچه مرتکب گناهی کبیره باشند هم باید آنها را مؤمن به حسابیم، به حقیقت نه به مجاز، چون که ایمان تصدیق به دل و اقرار به زبان است، اما عمل به ارکان باشد از کمال ایمان است. در شخصی صادر کننده گناهی کبیره این دو وجود دارد، یعنی تصدیق و اقرار. بنابراین او را مؤمن گفته می توانیم. این عقیده اهل سنت و الجماعت است. دیگران در این مسئله اختلاف دارند. به عقیده آنها عمل به ارکان شرط ایمان است. گر عمل به ارکان نشد از دایره ایمان بیرون می شود. شخصی که مرتکب گناهی کبیره شود او را مؤمن فاسق گفتن جایز است اگر اقرار به زبان و تصدیق به دل داشته باشد، اما حکم به کفر کردنش ممکن نیست. بله برادر و خواهر عزیزم، امروز در بین ما مسلمان ها بسیار از جوان ها را ما می بینیم که برادران مسلمان خود را با منافق و کافر و فاسق عیبدار می کنند. از این عملی بد دست بکشید، چون امام ابو حنیفه و دیگر امام های اهل سنت و الجماعت در این عقیده هستند که کدام شخصی که گناهی کبیره کرده باشد هم او از ایمان خارج نمی شود. او مسلمان فاسق یعنی گناهکار است تا آن دمی که یک حلال را حرام یا یک حرام را حلال نشمارد او مؤمن است. و اگر حلال را حرام داند و یا حرام را حلال داند و اعتقاد نداشته باشد آنگاه او کافر می گردد. پس از این گفتارها خود را نگه دارید و حرمت و عزت یکدیگر را
به جای آورید. دوستان، به همین درس امروزه را به آخر می رسانیم. منتظر درس های دیگر باشید و به یار و دوستان خود این موضوع ها را پیشکش نمایید و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.